همین فلسفه زندگی. ما در سیمای علاوالدین تمام خادمان تئاتر ولایت را میشناسیم، اعتراف میکنیم. دیگر هستند کاروانه که علاوالدین خودش امروز در جمهوری یک است. علاوالدین هر یک صحنه ایجاد میکند در اصل صمیمی و بسیار جدی آمادگی میبیند. من از چند نفر پرسان شدم که آیا در ایجادات علاوالدین شما وقتی که دایر بر لهجه یک منطقه جمهوری تاجیکستان ما سخن میگوید یگانجا خطاگی گراماتیکی دارد یا نه؟ اکثریت پرسش‌های ما از همون مقام ها و من جواب دادن که نه. حتی در نیویورک یک نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان ما در شهر نیویورک در سازمان ملل متحد کار میکند، بازیچه محمد علی خودش شغنانی است. از اون پرسان شدم که محمد علی شما گپ زدید و همین علاوالدین بسیار صحنه‌های حجمی دارد نسبت به مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان. همین از لحاظ لهجه زبان یگان جای خطاگی دارد. با درجه سطح بلند ایجاد میکند، سخن میکند از مردم بدخشان خوبتر و بهتر. مخصوصا پیاله چای میگیرد و یانباش کرده چای بگیر معلم چای بگیر. حالا خالی همین که سری نامه زده میگیرن اما چون آنها هم داره همین چیز داره. چای بگیر معلم. کدام سرگذشت شده گپ زنم شاید دوستش میداره. علاوالدین یک صحنه‌چه نوی تئاتر دیگر حجمی پیشنهاد کرده بودند درباره همون مولای قاضی ملکی. خب پیشنهاد کردم بسیار عجایب است. با خدای قریب مرده بودم ها؟ خای کنی گپ زن چیز کار کردی؟ خلاص همین قزور زدم تو ده نشد. یک بلا کده خودم ده تو غریقدم. یا توبه ها ای چی گفته؟ گفتم که همین قزور زدم ایده توغری نشد. یک بلا کده خودم ده توغری کدم. نقطه کنه این چیز کاری کدگید بود؟ زور زدم همون زدم ما بگیم زور زدیم با زور تو دانشید خونده تو باشید. شما همینجا اما که شما برای این معنیش باید که برای تلفظش اهمیت نمیدید. چون که این تنها در همون قاضی ملک در همون دیه هم میگفتن، در دیگر جا نی. یک هفته رفته در اونجا زندگی کرده، همین پولی دریای وقت میگذاریم دیه اول. یک هفته زندگی میکنن لهجه همون محل رو میآموزد. معاشرت میکرد که مرا چی صحبت میکرد، چی معامله میکرد، معاشرت میکرد، گرم میزد، میآموزد. یعنی سیر با آن درجه سطح بلند کسبی بگه که همون محل صحنه‌چه را با وای مونده است. صحنه‌چه بسیار وای بود، هست این کارا حیاتی هست. این تنها یک خنده نیست، یعنی کمبودیا را برطرف کرده. معنای او را دارد که این چی است؟ مثل مولایی که نو در اینجا برآمد کرد. در اینجا مقصود چی؟ لقبش چی بود؟ مقصود هندلک ها بسیار در جمهوری تاجیکستان. این خیلی هندلک ها بسیار که اصلا میارزد، به همه چی میارزد. من یک جا تشکر میگم.